بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله و صحبه اجمعین. اما بعد، دوستای عزیز، خواهران گرانقدر، برادران عزیز، در درس السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در درس نهم ما و شما کلمه توحید لا اله الا الله را درباره ازی بحث میکنیم که اول تعریف کلمه توحید لا اله الا الله است. کلمه توحید هی قول لا اله الا الله. علما میگن که کلمه توحید ای گفتن لا اله الا الله هست و هذا متفق علیه. میگه این امر است که بالای همگی اتفاق دارن و هذا و خب علیه دیگه این کلمه که است میگه جاء تفسیرها فی الكتاب و سنه، یعنی تفسیرش در کتاب و سنت آمده هست. خب دیگر علما هم میگن که و الزمهم کلمت التقوی، این کلمه تقوا هم میگن که عبارت از لا اله الا الله هست. و علما همه اتفاق به این سخن دارن. و دلایل کلمه توحید چی است؟ دلایل توحید کلمه لا اله الا الله هم در قرآن ثابت است و هم در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. در آیت قرآن سوره محمد آیت 19 الله متعال میگه فعلم انه لا اله الا الله. پس علم حاصل بگو که انه لا اله الا الله. و در قسمت کافرات چی میگه؟ انهم كانوا اذا قیل لهم لا اله الا الله. کافرات چی عادت داشتن؟ منافقین و مشرکین که وقتی برشان گفته میشد که لا اله الا الله بگوین، اینا تکبر میکردن. و در احادیث هم ثابت است. امام بخاری رحمه الله میگه که عن ابن عمر قال رسول الله صلی الله علیه و سلم بنی الاسلام علی خمس. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که اسلام با 5 بنا شده که اولش چی است؟ شهادت ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله. پس این در حدیث صحیح بخاری، این هم در احادیث هم ثابت شده هست. خب معنای کلمه لا اله الا الله چی است؟ اگر ما و شما میایم سر معنای کلمه لا اله الا الله بحث میکنیم، اینجا ما و شما میبینیم که لا ایرا علما میگن نفی هست. لا منفی هست. وقتی که عرب ها یک چیز را میگن لا نیست و اله معبود میگن. معبود یعنی اینجا انسان مسلمان وقتی که کلمه میخوانه اول میگه لا اله نیست، معبودی، یعنی معبود به حق و معبودی که مستحق عبادت باشه. یعنی تمام از اینا چی میشن؟ نفی میشن. و الا الله، باز اینجا الا که حرف استثناء هست، یعنی معبود به حقی که مستحق باشه که ذاتش عبادت شوه و احکام و شریعتش اطاعت شوه نیست الا الله، بغیر از الله سبحانه و تعالی. بنابراین در این کلمه معبودان باطل و قانونگذارهای طاغوتی کل از اینا نفی میشه. و این سبحان الله علما میگن این معنای زیر حتی میگه مشرکین میفهمیدن. وقتی که برای مشرکین مثلا وقتی روز ابو جهل و امیه ابن خلف و ولید ابن مغیره و دیگه کلانای طاغوتا، اینا وقتی که جمع شدن و رسول الله صلی الله علیه و سلم برشان گفت که بگوین لا اله الا الله، اونا در جواب چی گفتن؟ اجعل الالهه الها واحد. گفتن آیا این پیغمبر میخواد که کل الهه اونا چی میگن؟ الهه جمع اله هست. اله معبود خدا میگفتن. الهه عمو بت‌هایی که در 4 اطراف کعبه 360 بت بود. 360 خود در اطراف کعبه بود. در خانه هر کدامش 3-4 تا بت بود و مجسمه بود به نام‌های مختلف عجیب غریب در هر منطقه. پس این ادامه گفتن که آیا پیغمبر آمده که کل این معبودا را یک معبود قرار بده؟ ان هذا لشیء عجاب. گفتن این بسیار جای چی هست؟
جای تعجب است. امام طبری رحمه الله در تفسیر امی آیت یک روایت می نویسد. چی میگه؟ میگه عن سعید بن جبیر قال، سعید بن جبیر میگه رضی الله عنه گفت مرض ابو طالب، ابو طالب که کاکای رسول الله صلی الله علیه وسلم بودن، میگه ای وفات شدن. قال فجاء النبي صلی الله علیه وسلم یعوده، رسول الله صلی الله علیه وسلم به عیادتش آمد. فکان عند رأسه مقعد رجل، میگه در بالای سرش جای فقط برای یک نشستن یک شخص بود. فقام ابو جهل، ابو جهل از اینجا خیست و برخاست. یعنی ببینید که اونا با شخصیت پیغمبر صلی الله علیه و و برای ازیش احترام داشتن که در مجلس داخل میشن. این خیست از جای خود. ابو جهل خطرناکترین دشمن الله و رسولش. فجلس فیه، رسول الله صلی الله علیه و سلم نشست. فشک النبی صلی الله علیه و سلم الی ابی طالب، این کل مشرکین که اینا به عیادت آمده بودن کلشان شکایت کردن پیش کی؟ پیش ابی طالب. و قالوا، برش چی گفتن؟ قالوا انه یقع فی آلهتنا، گفتن که ایو در باره معبودان ما یعنی واقع میشه، یعنی معبودان ما را هر چیز میگه. در اینجا میگه فقال یا ابن اخی، میگه امی ابو طالب به رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که ای برادرزاده من، اینا از تو شکایت میکنه که درباره معبوداتشان چیزایی میگی. قال خب، قال یا هم اینی اریدهم علی کلمه تدین لهم به العرب، گفت که من برشان از یک کلمه صحبت میکنم که تمام عرب ها و تمام اینا بر از اینا چی شوند؟ کل از اینا بر از اینا تسلیم شوند. تدین لها کل العرب، تمام عرب ها بر از اینا چی شوند؟ تسلیم شوند. و عجم ها هم بر از اینا چی کنن؟ و اینجا گفت که تدین لهم العرب، عرب ها بر از اینا دیندار شوند. و تؤدی الیهم العجم الجزیه، و عجمی ها بر از اینا چی کنه؟ بر از اینا جزیه بده. دیگه میگه قال، میگه گفت که و ما هی چی هستی؟ کدام سخنی است که خودت ایره بر از اینا چی میکنی؟ میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم برشان گفت که این خواهمی چی هسته؟ این چیزی که ما برشان دعوت میکنم لا اله الا الله هست، لا اله الا الله. فقالوا، پس اینا گفتن اجعل الالهه الها واحده، گفت آیا اینا کل معبودا را یک معبود قرار داده است؟ عجب است. پس ان هذا لشیء عجاب، این یک چیزی چی است؟ این تعجب است. یعنی اینا تعجب، گفت ما تعجب میکنیم که قدر معبودانی که ما داریم ایره رسول الله صلی الله علیه و سلم یک معبود میگن. پس از این معلوم میشه که حتی عموم مشرکین چون اونا عرب بودن مفهوم کلمه را میفهمیدن. جای تعجب است که یک مسلمان ایره نفهمه. پس مسلمان باید بفهمه که لا اله الا الله تمام معبودان باطله و تمام قانونگذارای باطل نفی میکنه. الا الله تخصیص عبادت و تخصیص اطاعت بر الله سبحانه و تعالی ثابت میکنه. این است. اینال در کلمه طیبه 8 چیز مهم است. این بسیار گپ اساسی و کلیدی هست که ما شما باید بفهمیم. در کلمه اول نفی است، باز اثبات است. در لا اله الا الله نفی میکنه و الا الله اثبات میکنه. اینال در لا اله 4 چیز نفی میشه و در الا الله 4 چیز اثبات میشه. این ما شما شنیدیم، این باید خوب دقیق بفهمیم و مطابق از این کلمه خود بفهمیم. خب 4 چیزی که نفی میکنه، این کدام 4 چیز است؟ اول نفی معبودان باطل. تمام معبودهایی که اگر ملائکه باشه، پیغمبر باشه، نبی باشه، ولی باشه، هر کسی که مردم عبادت میکنن، این باید نفی شود که نیست هیچ پیغمبری، نیست هیچ ملائکه، نیست هیچ ولی، نیست هیچ شهید، نیست هیچ درخت، نیست هیچ انسان، نیست هیچ جن، هیچ کدام از اینا نیستن مستحق عبادت. اول اگر کسی اینا را عبادت میکنه، این باید نفی کنی. این عقیده درست توحیدی هست.
درست است ما و ملائکه چی داریم؟ ایمان داریم و ملائکه مخلوقات بسیار معصوم و پاک هستند، لکن معبود نیستند. اگر کس اونا را عبادت کنه، اینمی عبادت کردنشان باطل است. ما پیغمبرها را دوست داریم و به اونا ایمان داریم، 1,24,000 پیغمبر به کلش ایمان داریم. لکن اگر یک کسی میگه من به عیسی مسیح عبادت میکنم، برش میگم که تو در شرک مبتلا هستی. عیسی مسیح معبود به حق نیست، معبود به حق الله هست. وقتی که تو عیسی علیه السلام عبادت میکنی، تو عبادتت باطل است و معبودت معبود به حق نیست. متوجه هستین؟ اگر کسی میگه ما اولادی پیغمبر عبادت میکنیم، برش میگیم که نه، تو لا اله نفی است، تو حق نداری که کسی دیگه را عبادت بکنی. بین این قسم چون مجسمه ها اکثرا مجسمه چی است؟ حالا نصرانی ها مجسمه عیسی علیه السلام ساختگی جور میکنن و مشرکین قریش مجسمه ابراهیم علیه السلام جور کرده بود، مجسمه اسماعیل علیه السلام جور کرده بودن و مجسمه های از اولیاء الله را میتونی دوستای الله حسیر جور کرده بودن و قبر پرست ها قبرهای پیغمبرها را و قبرهای اولیاء الله را عبادت میکنن و رکوع و سجده میکنن. پس لا اله معنایش اینمی هست که تمام اینا که هستن معبود به حق نیستن. متوجه هستین؟ ذالک بان الله هو الحق. الله متعال میگه الله معبود به حق است و چیزی که اونا عبادت میکنن او چی است؟ باطل است، معبود حق نیست. پس اینال اول در کلمه طیبه چی است؟ نفی معبودان باطل است. وقتی که معبود حق نشد، معبود چی شد؟ باطل شد. یعنی صلاحیت عبادت اینا ندارن که برشان عبادت شوند. از این خاطر و اذ قال ابراهیم لابیه و قومه، ابراهیم علیه السلام به پدر خود و به قوم خود چی گفت؟ اننی براء مما تعبدون. از تمام معبودان باطل شما من براءت خود اعلان میکنم، من از او بیزار هستم. پس انسان مسلمان اول باید معبودانی که باطل هستند اونا را غیر مستحق عبادت بدانند، اونا را غیر مستحق عبادت بدان و غیر مستحق اطاعت بدانند. این اول شد. دوم چیزی که در کلمه طیبه لا اله الا الله نفی میشه، ما گفتیم 4 چیز نفی میشه. اول معبودان باطل نفی باید بکنی، لا اله. دوم چی نفی میشه؟ نفی طاغوت ها میشه. لا اله یعنی نفی تمام طاغوت. آن طاغوت ها را مثلا علمای اسلام چه قسم معرفی کردن که ما او را بشناسیم؟ علامه ابن قیم جوزی رحمه الله در تعریف طاغوت چی میگه؟ میگه معنی طاغوت ما تجاوز به العبد حده. میگه معنای طاغوتی است که یک بنده از حد خود تجاوز بکنه، من معبود او متبوع او مطاع. یا ای است که یک کسی حد خود نمیشناسه، مردم به عبادت خود دعوت میکنه، این طاغوت گفته میشه. اما اگر مثلا کسی خودش به عبادت خود دعوت نکرده، بعد از مرگش کسی او را عبادت میکنه، بازی طاغوت گفته نمیشه. کی طاغوت است؟ که یک کسی خودش مثلا دیگرها را میگن بین برای من عبادت بکنین، این یکی هست، این طاغوت است. دوم مطبوع هست. مطبوع چی است؟ مطبوع بعضی از اشخاص هست به نام عالم دین، مثل احبار، مثل رهبان، احبار علمای بزرگ و رهبان مثلا پیرهای بزرگ. اینا وقتی که فتواهای ضد شریعت الله میتن، اینا هم طاغوت گفته میشن. اینا را طاغوت مطبوع میگن، طاغوتی که از اینا متابعت میشه ضد شریعت الله، یعنی فتاوایشان، اقوالشان ضد شریعت الله هست. از این خاطر وقتی که یهود و نصارا از احبار و رهبان اطاعت میکردن، الله متعال گفت اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. اینا گرفتن احبار و رهبان خود ارباب گرفتن. ارباب جمع رب هست، یعنی این معبودان خود گرفتن، خدایان خود گرفتن. متوجه هستین؟ پس اینال ابن قیم جوزی گفت که من معبود او متبوع او مطاع. مطاع چی را میگه؟ یعنی طاغوت، یکی طاغوت معبود است که مردم به عبادت خود دعوت میکنه. دوم طاغوت متبوع هست
که فتاوای غلط میده و مردم از فتاوای ازی چی اطاعت میکنن، مثل احبار و رهبان یهود و نصارا و مثل علمای درباری ما و شما که ضد قرآن و ضد سنت و ضد شریعت الله اینا چی میکنن؟ فتوا میتن. پس این هم باید نفی شود. سوم طاغوت او مطاع چی را میگن؟ مطاع یعنی پادشاه ها، رئیس جمهورها، پارلمان ها، قانون سازها، کسایی که قانون میسازن ضد شریعت الله. اینا کسی که لا اله الا الله میگه، لا اله، معبودان باطل هم نفی شد، طاغوت ها هم نفی شدن. طاغوت ها کدام کسا بودن؟ کسایی که مردم به عبادت خود دعوت میکنن، ایره طاغوت معبود میگه. طاغوت متبوع چی رو میگن؟ که متابعت میشه در فتوایش، سخن میگه ضد شریعت الله و مردم از اون متابعت میکنن، احبار و رهبان و علمای درباری، اینا باید نفی شود. و سوم طاغوت مطاع کدامی که میگن؟ طاغوتی که او اطاعت میشه. چه قسم اطاعت میشه؟ قانون جور میشه، مثلا قانون امریکا جور میشه، قانون فرانسه جور میشه، قانون انگلیس جور میشه، قانون ملل متحد جور میشه، قانون قومی جور میشه، قانون مثلا اقوام مختلف قوانین مختلف دارن. اینا هر کسی که قانونش ضد شریعت الله هست ایره طاغوت مطاع میگن و از اون شخص اطاعت میشه. میشه در لباس یک رئیس جمهور بیه، میشه در لباس یک پادشاه باشه، میشه در لباس یک سردار باشه، میشه در لباس یک رئیس قوم باشه، میشه یک بزرگ باشه، ای باشه. پس دوم چیزی که نفی میشه نفی طاغوتا. در کلمه طیبه 4 چیز باید نفی کنیم. اول نفی معبودان باطل، دوم نفی طاغوت ها، سوم چیزی که در کلمه طیبه نفی میشه انداد است. فلا تجعلوا لله اندادا، همراه الله شریک نگیرین. در مورد انداد علما چی میگه؟ میگه ما جذبک، یک کتاب هست به نام الجواهر المضیئه، در اینجا یه عالم چی میگه؟ ما جذبک عن دین الاسلام، هر چیزی که تو را از دین اسلام جذب کرد، هر چیزی که تو را از اسلام روی دور میته، من اهل، اگر اعضای خانواده است، او مسکن یا خانه هست، او عشیرت یا قوم است، او مال یا مال است، فهو ند، این میگن ند گفته میشه که جمعش انداد است. پس انداد تنها بتها نیست، او را ما و شما نفی کردیم، معبودای باطل و قانونگذاران، لکن در انداد دیگه چی شامل میشن؟ یعنی کسا است و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله، بعضی مردم، بعضی اشخاص، بعضی مخلوقات اینا انداد میگیرن، اینا را قد دوست میداشته باشن مثل دوستی الله. باید اینا را نفی بکنی، اینا را تحت تاثیر از اینا نری. وقتی که حکم الله شد نه تحت تاثیر قوم بری، مثل قوم پرستا اکثرشان، مثلا رهبرای قومی یک ند است، این باید نفی کنی. یا رهبرای احزاب است، میگه رئیس حزب ما تو گفته، یا رئیس جمهور ما تو گفته، یا رئیس حکومت ما تو گفته. در صورتی که رئیس حکومتت یا رئیس حزبت یا رهبر قومی تو ضد شریعت الله گپ میزنه، او رو باید نفی بکنی. پس در کلمه طیبه اول نفی معبودان باطل شد، دوم نفی طاغوتا شد، سوم نفی چی شد؟ نفی انداد شد. هر چیزی که تو را از دین اسلام دور میکنه، چی بتها باشه، چی قبرها باشه، چی مسکن باشه، چی خانواده باشه، چی مال باشه، چی هر چیز باشه. این دیگه. چهارم نفی ارباب است. نفی ارباب، ارباب چی را میگن؟ ارباب جمع رب هست. جمع رب و هو المعلوء المطاع بغیر طاعت الله. امام طبری ارباب چه قسم معرفی میکنه؟ میگه الارباب جمع رب، میگه ارباب جمع رب است. و هو المعلوه المطاع، و او کسی است که عبادت میشه و اطاعت میشه، یعنی کسی که او را مردم اطاعت میکنن. از چی؟ از گپایش و از سخنایش و از فتاوایش
بغیر طاعت الله، بغیر از طاعت الله. طاعت الله ای است که تو از شریعت الله اطاعت بکن و یک شخص میخیزه ضد شریعت الله قانون میسازه، اینا یا فتوا میده. از این خاطر الله متعال میگه اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. پس اینا چی هستن؟ عالم دیگر چی میگه؟ یک عالم دیگه میگه من افتاک بمخالفت الحق و اطعته. میگه هر کسی که بر تو مخالف حق فتوا داد، خوب میفهمی که حق اینجاست، این میخیزه یک فتوای غلط میده. خوب میفهمی که شراب حرام است، یک کسی میخیزه میگه نه شراب بخورین پروا نداره. تو آقا این چی شد؟ اگر کس از این اطاعت کرد این ارباب، این باید نفی شود. یک کسی در قرآن است که لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، مؤمنا کافرها را دوست نگیرند. یک کسی میخیزه که نه کافرها، پس این چی شد؟ این رو باید نفی بکنی. متوجه هستین؟ اینال اگر کسی از اینا اطاعت میکنه، یا دموکراسی را میاره، یا سوسیالیسم میاره، یا سکولاریسم میاره، یا ضد حجاب گپ میزنه، میگه حجاب کسی عقب ماندگی هست، اگر تو از او اطاعت کردی این ارباب تو شد. متوجه هستین؟ یا قانون میسازه ضد شریعت الهی، مثلا خودش میرقصه و مردم به رقص و به این گپا دعوت میکنه، این هم در جمله چی حساب میشه؟ در جمله امی ارباب حساب میشه. و هر کسی باز علمایی که باز میایم بر از اینا فتوا میتن. متوجه هستین؟ بسیار علما رو دیده باشین، علمای درباری باز از امو رقاصه، از اونمو مجرم، از امو کسی که مثلا ضد شریعت الله گپ میزنه، حجاب و دینداری و عقیده توحید و قرآن و سنت سر زیاد استهزاء و رشخندی میکنن، باز میایم به نفع از اینا چی میکنن؟ فتوا میتن. از این خاطر یه عالم چی میگه؟ من افتاک به مخالفت الحق، هر کسی که بر تو فتوا داد مخالف حق و اطاعته و از تو از او اطاعت کردی، ای چی شد؟ ای ارباب شد. این حال دوم کلمه طیبه 4 چیز را که اثبات میکنن. دوم گفتیم کلمه طیبه 4 چیزه چی کرد؟ نفی کرد. معبودای باطل، طواغیت، ارباب، انداد، ارباب، این 4 چیز نفی شد و معنایش هم فهمیدیم. این از کلمه طیبه که باید بفهمیم. بسیاری کسا کلمه میگه لکن معنایش وقتی که به این شکل نفهمید بیچاره از پیشش مشکل پیدا میشه. دوم کلمه طیبه گفتیم 4 چیز اثبات میکنه. 4 چیز نفی کرد، حالا 4 چیز دیگر اثبات میکنه. اینال اول چیزی که اثبات میکنه واثبت القصد مع التعظیم حبا و خوفا و رجا الکریم. این یک شاعر است، یک شعر در عقیده مثلا این شعر گفته، میگه واثبت القصد مع التعظیم، اثبات کو قصد به همراه تعظیم، حبا سومش محبت، و خوفا و رجا الکریم، و دیگه خوف و رجا. 4 چیز است: قصد، نیت، تعظیم، عظمت دادن به الله، حبا محبت الله، و خوف و رجا به الله. خب میایم سر از این 4 چیزی که این کلمه طیبه اثبات میکنه. اول گردانیدن نیت و قصد به الله هست. چی معنی؟ و هو کونک ما تقصد الا الله. میگه ای چی است؟ میگه عبارت از این هست، یک کتاب از به نام الولا والبرا والعدا فی الاسلام، ابی فیصل البدرانی چی میگه؟ میگه و هو کونک ما تقصد الا الله. اول که تو باید یک مسلمان باشی که بغیر از الله در نیتت کسی دیگر را نداشته باشی. چه قسم؟ میگه مثل ابراهیم علیه السلام. ابراهیم علیه السلام چی گفت؟ و اذ قال ابراهیم لابیه و قومه اننی براء مما تعبدون. ابراهیم علیه السلام به پدر خود و قوم خود گفت از اون چیزایی که شما عبادت میکنین من براءت میگم. باز چی گفت؟ گفت الا الذی فطرنی فانه سیهدین. بغیر از او ذاتی که مرا خلق کرده اونم ذات است که مرا هدایت میکنه. پس وقتی گفت که اننی براء مما تعبدون لا اله و الا الذی فطرنی الا الله، این چی هست؟
لقد كان لكم في ابراهیم والذین معه، الله متعال بر شما اسوه خوب چی است؟ اعتقادی ابراهیم علیه السلام است و کسایی که همراه ابراهیم علیه السلام بود. پس اینجا هست که اول چیز را که اثبات میکنی چی است؟ بازی که 4 چیز نفی کردی، 4 چیز از مغزت کشیدی، 4 چیز کشیدی. معبودان باطل نفی کردیم، ما به هیچ کسی عبادت نمیکنیم بغیر از الله، معبودان باطل نفی شد. قانون هیچ کس را نمیپذیریم بغیر از شریعت الله، قوانین و طاغوتا را نفی کردیم، انداد هم نفی کردیم و ارباب هم نفی شد. آمدیم اول چیزی که ثابت میکنه که قصد کی باشه؟ الله باشه، الا الله، یعنی معبود به حق و ذاتی که اطاعت میشه و عبادت میشه الله هست و ذاتی که تعیین میکنه بر ما احکام شریعت الله هست. اینجا نیت انسان بغیر از الله به کسی دیگه نباشه. این اول ای هست، والحی لا اله الا هو فادعوه. قرآن الله متعال چی میگه؟ فادعوه مخلصین له الدین، الله را به اخلاص طلب بکنین، قصد به الله باشه. له الدین، دین بر از زود تخصیص بتین. دین الملک چی میگه؟ قانون ملک. برای الله دین الله چی است؟ شریعت الله هست. یعنی شریعت مخصوص الله بساز و عبادت مخصوص الله بساز. ایره چی میگن؟ ایره که مثلا انسان قصد و نیت خدا جور میکنه. اول چیز در کلمه میره ثابت میکنه که انسان ولا لا تقصدن سوى الاله الاحد. میگه یک شاعر موحد چی میگه؟ میگه قصد نکو بغیر از الله که ذات یگانه هست. فی الذبح و فی النظر عن ذا لا تحد، در ذبح کردن، در نظر کردن به استغف، نظرم به نام الله بکن، فقط ذبح هم به نام الله بکن، سب عبادت ها را به استغف، به الله استغاثه بکن. وقتی که دست دعا و سختی ها آمد، یا الله به تو عذر خدا و عاجزی خدا و درد خدا و مرض خدا و مشکل خدا بیان میکنه، به الله استغاثه بکن. این واستمسک بحبله المتین لا تشرک، فقط به حبل متین بگی، به امرای الله کس را شریک نساز. پس وقتی که انسان قصد خدا الله ساخت، در قصد و نیتت که 100% الله بود که کل عبادت ها را برای الله میکنم، اینجا باز چی از بین میره؟ شرک از بین میره. شرک وقتی که از بین رفت، شرک هم از بین میره، ریا هم از بین میره، این کلش از بین میره. پس اول چی هست؟ قصد و نیت ما فقط الله باشه. این کلمه الا الله اثبات میکنه. دوم، اثبات تعظیم الله سبحانه و تعالی و هو العلی العظیم. عظمت باید برای الله بدی، کسی دیگه عظمت دیگرها مخلوقات هستند. ذات با عظمت که رسول الله صلی الله علیه و سلم برش رکوع و سجده میکرد و صحابه رکوع و سجده میکردن، تمام پیغمبران رکوع و سجده میکردن و تمام ملائکه بر از رکوع و سجده و عبادت میکردن و تعظیم هستن. هیچی هستن؟ فقط کل ذی عظمت برای الله متعال داده میشه. امام طبری چی میگه؟ میگه العظیم ذو العظمه. عظیم ذات است که دارای عظمت است. الذی کل شیء دونه، او ذاتی که تمام مخلوقات پایین‌تر از او هستند. فلا شیء اعظم منه، هیچ چیزی از او کده عظیمتر نیست که او الله سبحانه و تعالی است. فعظم المحبوب عند یسر ولا تولى عنه اوان عسر. فعظم المحبوب، پس ذاتی که محبوب تو از صورت دوزداری او را عظمت بده، هم در وقت خوشحالی و هم در وقت سختی. امام ابو داود رحمه الله چی روایت میکنه؟ میگه عن حذیفه بن الیمانی، عن حذیفه بن الیمانی، میگه حذیفه پسر یمان میگفت انه سمع رسول الله صلی الله علیه و سلم، که میگه ای از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنید که یقول میگفت اذا رکع، وقتی که رکوع میکرد، سبحان ربی العظیم، پاک است رب ما که او بسیار ذات با عظمت است. 3 مرات 3 مرتبه
اینه چی میگه؟ 3 مرتبه میگفت. و اذا سجد، و وقتی که سجده میکرد، قال میگفت سبحان ربی الاعلی 3 مرات، 3 دفعه میگفت سبحان است، پاک است رب ما، پروردگار ما که بسیار بلند مقام و بلند منزلت هست. اینه پس این تمام نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین این به عظمت یاد میکنن. پس چی شد؟ پس نیت خدا و قصد خودت به الله جور کردیم. دوم، عظمت الله را در قلب خود و در زبان خود و در عبادت خود داشتیم. سوم، اثبات محبت میکنه. والذین آمنوا اشد حبا لله، یعنی دیگرها محبت مخصوصی میشه الله میشه، که در محبت الله، در مقابل محبت الله که هر کسی قرار گرفت او را نفیه بکنیم. باید محبت از الله باشه. وقتی که الله را دوست داشتی، باز پایانتر از او دوستای الله را دوست می داشته باشیم. چهارم، اثبات خوف و رجا هست که از الله بترسی. و این یمسسک الله بدر فلا کاشف له الا هو و این یمسسک بخیر فهو علی کل شیء قدیر. یعنی خوف و رجا، از الله بترسی و به الله امیدوار باشی. یعنی انسان مسلمان مثل چی وارث ابن قیم جوزی رحمه الله میگه انسان مسلمان مثل یک پرنده واره هست که سرش محبت است، یک بالش خوف است، یک بالش رجا هست. میگه همین 3 چیز باید داشته باشم. اینال آیا میگه پرنده رو دیدین که اگر سرش قطع باشه پرواز کنه، سقوط میکنه در زمین. پس اگر کسی محبت الله را نداشته باشه ایمانش سقوط میکنه. اگر خوف از الله نداشته باشه، یک بالش قطع شوه، این هم سقوط میکنه. و اگر بال دیگهش که رجا و امیدواری به الله هست، پس انسان به الله محبت داشته باشه و به الله خوف داشته باشه و به الله رجا داشته باشه. اینی چیزهایی هستند که این چی هستند؟ اینا مربوط میشن به چی؟ به 4 چیزی که در کلمه طیبه نفی میشه.